تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ، حالا از سلسله گفتار تازه انگارها از خوانی ایجادی نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده حکایه های دلپذیری را در قرائت نامزد علم‌های فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتان میرسانیم. برفای کبودی سرمده. نزدی بخاری نشستم و از تیریزه به بیرون می نگرم. روی بام ها، سری درختان، روی پوشته و قله ها، خلاصه همه جا برف کبودی می کند. هی چقدر برف های زیاد بارید و آب شد از آن روزی که من به دنیا آمدم. در حسابش در می مانی. اما برفی که به سر و روی ما نشست آب نمی شود. بیخبر ماندیم. جوانمردی گذشته است و رفته است. پایلوچ و سرلوچ در گرما و سرما می گشتیم و پروانه داشتیم. حالا نزدی بخاری گرم را گرفتم و یارایی تا حاجت خانه رفتن ندارم. در این سرما کجا هم می روی؟ فصلهای دیگر می روی و زیری بیدی حوزک با موی سفیدان روز را کور می کنی. اما زمستان با همین کمپیرک چشمکی من چشمکی تو گفته می نشینی. انا نامشگیر و گوشش را کش در را کشاده با خود یک دامن خنکی گرفته می درآید کمپیری من. یک سیاهی سری راه پیدا شد و غیب زد. به مغز زمین فرو رفت گویا. روزای آخر به نظر این کمپیرک هر گونه سیاهی می نماید. کدام از بازار برگشتگی است؟ کمپیرک با تعجب به من می نگرد. تو حساب روز را گم کرده ای می گم. امروز پنجشنبه میگویی؟ خود را به نادانی میزنم. چه خیل پنجشنبه نباشد وقتی که دیروز چهارشنبه بود؟ خیر چی پنجشنبه باشد چی؟ مگر روزی پنجشنبه شهر برای خرید نمی روند؟ داوطلبانه میگویم من. کمپیرک جواب نمیدهد و گذشته به یک گوشه دیگری بخاری میشیند. وی می نشیند و باز همان سوزنی نیم بود روی دستانش پیدا می شود. زیری دامانش گرفته می گردد. چی؟ همیشه وی می شیند و خود از خود گویا از غیب روی دستانش سوزنی پیدا می شود. بعد کمپیرک از کیسه کمزولش عینک را برآورده، اگر عینک هم خود از خود روی بینیش پیدا می شد عجیب می شد. با چشم گذاشته روی نقشای متاع ریشته می دواند. چونان آهسته به حوصله خوردگیرانه رشته می دواند که من علقده شده. ساعت می سازی چی می گویم؟ سوزنی می دوزم. آرام جواب می دهد وی. همین طور است این کمپیرک همیشه. رفت و خدا نکند خانه همون آتش گیرد و از وی پرسند که چی حادثه شد تلخ مرگ شوم. اگر این کمپیرک آرام جواب ندهد خانه همون می سوزد. چونان آرام خانه امان می سوزد می گوید که گویا خاک روبه می سوخته باشد. این آرامی او مرا گاه علقده می کند و گاه دیگر تسکین می بخشد. تسکین می بخشد که شتاب کرده کجا می روی؟ حضرتی وقت ترمز ندارد که هر زمان خواهی داری. اگر ترمز می داشت عجب می شد. همین طور نه؟ لحظه دلخواه را گیر نگاه می داشتی. مثلا من یزدان پسری مهربان، نبیری شهربان، عجب نامهایی داره من. یا مختصر بابای یزدان. کدام لحظه عمرم را نگاه می داشتم که یک فکر کنم چی؟ یافتم. عشقی اولین خود را نگاه می داشتم. انیخترش بوسه اولین گرفتم را. حالا هم به یاد آرم دلم گم می زند. افسوس شما یگانه را آن وقت تا ندیده. دختری بود
در حقیقت یگانه، تر و تازه، چکری تکسنگی برین، قد و بالایش رسا، سروی تنگی برین، شاعر شو رو یزدانی مهربان. خلاصی کلام مهری او بدلی من افتاد و مهری من بدلی او، و یگانه از آن سوی دیوار من از این سوی دیوار لب به لب بردیم. ای حالا هم به یاد آرام دلم گم میزند. ما لب به لب نهادیم و در همین وقت پدری گورسخته‌اش رسیده آمد. چی شوره بود که برخاست. هفته پس وی برقصد من دخترش رو به یک نارسیده به شوهر داد. اگر وقت ترمز می داشت پدری یگانه نآمده من آن را پخش می کردم. تیر بگذار آن نارسیده در جای ایستش دویدن گیرد بود. تو چی اینقدر در دست و پا میزنی؟ مثل پسر بچه سری رولی ماشینی خیالی نشسته؟ های این کمپیر چی میگوید؟ پسر بچه سری رولی ماشینی خیالی نشسته؟ گپی یافتش را بینید. میشیند ساعتها به دهان آب گرفته و بعد از بام تراشمانو یگان گپی خنک زده یا یگان فکری مبهم گفته به کرته من کیک سر می دهد. مثلا دیروز وقت جامعه دریده مرا در به میکرد پیش خود گویا به گوش من چنین می گفت: همه چیز روز نه روز درس می آرد. درزی متا را با متا، درز زمین را با زمین در به می کنی. یک چیزی دیگری هست، درس که یافت با چیز در به کردن نمی شود. این را گفت و کارش را دوام داد. گویا همین طور اندیشه‌ای به سرش زده را گفت و ماند. میداند گرسخته که من سری این مسئله خواه ناخواه فکر میکنم و نهایت سرم گیج و طاقتم طاق گشته. چی بود است آن درزی سبیل که در به نداشته است؟ میپرسم چی هم میشد درزی جان؟ درزی چی؟ به گوشه هایم باور نمی کنم من. درزی جان، آرام تکرار میکند وای. شنیدید؟ درزی همه چیز رو شنیده بودیم، درزی جان را نه. پس از این خندتان را خورید و گوید که عقلی زنگ زنگ نزده است. آهسته: جانی کی درز آورده است؟ میپرسم از او. جانی کی میشد؟ جانی من. توبه، همه بار زندگی بر دوش من و جان این زنگ درز آورده است. همه عمر همین طور بار را خر میکشد و ناله را عرابه میکند. حلوا را خورده حکیم و کلتک را یتیم. های من هم اندک نه. میشینم و از زیقی به تنگ آمده به سری آن بیچاره داد زنم: چین قدر ماتم گرفتی؟ یا من را پیش از وقت به تابوت انداخته مویه میکنی؟ میگویم و بیچاره به من با حیرت مینگرد و چیزی نمیگوید، یا پیش خود چیزی میگوید و پی نمیبرد که من از زیقی به تنگ آمدم و بهانه میجویم تا غباری در دلم نشسته را بیرون کشم. غبار دل را می باید بیرون کشید وگرنه چنان آگنده می شود که آن را حتی ماشینه گردکش نیز تازه کرده نمی تواند. از این رو کمپیرک 1 ماه است که از جاویدان خبر نیست، پای پوشی گرم یافته باشد. می گوید به این کمپیرک می فورد که هر روز مکتوبش نویسند. 2 هفته پیش مکتوب گرفت از پسرش و حالا به نظرش 1 ماه می نماید. مگر جوانان غیر از نامه‌نویسی دیگر کار ندارند؟ باز 10 بار با او میفهمانی شهری عظیمی کوهی بلند نیست که از نبودنی پای افضل اندیشه دارش باشی. آنجا هر قدم دوکانه و هر کوچه بازاره. سود نمی کند. از ده بیرون دیوالهای جری سرخ را دیده است و بس. همه عالم به نظرش همین زل میتابد. های از این کمپیرک چی میگیری؟ درباره حوچه رحمتی شکایت میکنند که دخترش را به گذری پایین ده به شوهر داده است و بعد در صبحش از نهار روی بام برآمده دست را به پیشانی سایبان ساخته. به گذری پایین نگریسته میگفته است دخترکی بیچاره که ناز پرورده که من در اون مملکتی بیگانه چی حال داشته باشد؟ به کی سلام نظامی میدهی؟ این کمپیرک چی میگوید؟ تخمین میگوید یا من در حقیقت کمپیری رحمتی را تقلید کرده دست به پیشانی بردم، خود را سفید کرده.
پیشانی خاری هم نمیمونی میگویم. کمپیرک مغمبرانه تبسم میکنه. عجب پیشنهادی ها داری. من چی جواب دادن را ندانسته از تیریزه به بیرون مینگرم. روی بام ها، سری درختان، روی پشته و قله ها همه جا برف کبودی میکند. هی چقدر برف های بارید و آب شد و از آن روزی که من به دنیا آمدم در حسابش در میمانی. او کمپیری مغمبره، گمان میکنی که سر نبرداشته سوزنی میدوزد. بینید در اصل هر یک حرکتی ما را مشاهده میکند. یا این گپ حق که چشم زن چیلته. حاضر وقتی امتحان جاویدان بودگیست و به سرخاری فرصت نمیافتگیست. های چرا این را گفتم؟ حاضر هجوم سر میکند. این کمپیر انا سرش را برداشت، نه؟ خدا را شکر پایان کرد. امتحانش که باشد تعطیلش هم قریب است. تو باشی چون مرغی کرک گوشه بخاری را پخش کرده نشسته ای. هیچ از بدگویی نماند. این کمپیر اگر وقت ترمز می داشت تو حالا کجا بودی؟ گوشه بخاری را پخش نکرده چی هم می کردم؟ در خانه نه مغز و نه مویز. پیش میمان ها چی میمانیم؟ های بچه در سفر و نامش مظفر. کی به تعطیل آمدن جاویدان معلوم نیست و این کمپیره غمی دیداربینی ها را می خورد. این روز که بازار نباشد و پنجشنبه باشد کجا هم می روم. دیده جواب نمی دهد. بعضن وی هم می فهمد که بیهوده تیز می شود. می فهمد و زود رشته گپ را به سوی درز دیگر می کشد. حالا نیز از خانه شیری خال سر برآورده. دختری خردی شیری خال یک نازنینی قدرس شده است میگوید. وی بیچاره عروس خوش میکند و بعد بچه ها با عروسای خودشان می آیند. با چنین عروسای می آیند که بیچاره کمپیر سر و کلابش را گم میکند. نمیداند با آن دخترهای خوانده و عالم شده و به غرایبات کوهستان دیدی تنقید دوخته چگونه معامله کند. حالا هم امیدش به پسری خوردی که می آید و همین جا مقیم می شود گنج را از ویرانه یافتم گوی. کمپیرک حقانی می رنجد و سوزنی را به یک سو گذاشته. شیری خور باز چگونه ویران نبوده است به تو؟ گویان به هجوم آماده می شود. وقتی که زن مردم به هجوم می گذرند راهی بهتری جان را خلاص کردن درفش سفید را برداشتن یا خود را به کوچه دیگر گرفتن است. من از کوچه دیگر سر برآورده باز خطکشان نباشد میگویم. کمپیرک با حیرت به من مینگرد. چرا میگویی؟ همان سیاهی که سر راه یک پیدا شد و غیب زد به مغز زمین فرو رفت گویا. کمپیرک با آزمون مینگرد. دانستن میخواهد که من هضم میکنم یا جدی میگویم. اما من چنان وجاهت جدی با خود گرفتم که سقراط بیند رشک میبرد. یک بینم چی؟ میگوید و کمپیرک بیرون میبراید. من باشم باز از تیریزه به بیرون مینگرم. روی بام ها، سری درختان، روی پشته و قله ها، خلاصه همه جا برف کبودی میکند. های چقدر برف های زیاد بارید و آب شد از آن روزی که من به دنیا آمدم. در حسابش در میمانی. چی دید بیچاره؟ 3 فرزند بزرگ کرده. ره پایی، شب زنده داری. سری بچم لج نباشد و پای بچم برهنه نماند. مگر زندگی همین است؟ های جانی من هم در آورده است چی؟ وگرنه این چیست که بین ریشایم می تراود. باز این کمپیرک بیدرک شد. دروغم راست برآمد. انا نامشگیر و گوشش را کش. با خود یک دامن گرمی گرفته می دراید کمپیری من. معلوم می شود که به عاقل برای هیزم رفته است. از من هم بلای. شنونده های عزیز یادرس می شویم که شما حکایات را از کتاب سرمدیح نویسنده بهمنیار از سلسله گفتار تازه انگارها در قرائت نامزد علمهای فیلولوژی عبدالجلیل امان از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. کارگردان موجی گل یوسفова. پایان گفتار 18 شاد و موفق باشید.